خب داداش کرایه چقدر میگیری؟ پله 100,000 تومان. خب خوبه ما هم کفم پله نداریم. ای نماله بابا چه وضع است و کیشی همین وسیله عمل خراب کردی؟ گو نخور متینی بیا خود ببر. داداش فقط آسانسور خراب و باش وسیله نبری. نه بابا مشی خیال راحت. کاری که کارتون موز حساب کشی میکنه کارتون سیب میکنه. بشی هم وسیله رو ضرب میزنی. مگه نگفتم رشتم ریاضیه؟ خیلی خب برای چیکار کنیم؟ ساعتی کار کنیم یا کنترات؟ نه برای همون ساعتی بهتره. ساعت چنده الان؟ 4 از الان شروع؟ بله. خیلی خوب بچه ها بیان بریم بالا. وازلین بر چی آوردی؟ بگی مبل راحت جا کنیم تو آسانسور. همه چی میبرم فقط دل نمیبرم دلبر. داداش فقط حواست باشه شکسته این توشا. بشی نقص شوزگل. دلت نشکنه برای اینا که وسیله است. آگاه نخور. الو سلام خوبن؟ قربانش ما اومدیم یک اسباب کشی می‌خواستم گذاشت یک ماهواره رو بدم. برای خسته شدم جون ما بذار یک استراحتی بکنیم. بیا داشی بزن روشن شی. تو که انگور خده کیس سالیوانی با مصرف اضافه به چا بیام که بخوره توربو کار کنیم. داداش یخچال چقدر بزرگه؟ نه داداش راپله کوچیک یخچال بزرگ دیده میشه. بابا چابی داداش چه وضع است و کیشی پای تخت مرزدی شکستی؟ برو گردن من نذار دیشب خودش شکستی. بیا رسید بیا بچا یه خبر خوب یه خبر بد. خب خبر خوب چیه؟ خبر خوبی که رسیدیم طبقه 6 ای والله خبر بد چیه؟ ساختمون اشتباه بوده. داداش بشین نشستی؟ چی مانده دیگه؟ نخه سایدون باد کار داره. گم شدم.